امریکایی ها باید برن. امریکایی ها هم نمیتونه در این سرزمین تحت هر نامی که میخوان یادآوری کنن نمیتونن در این سرزمین باقی بمانن. در افغانستان تنها میتونه طور میشه که امنیت و صلح و آرامش باشه که یک حکومت عادلی به پشتیبانی ملت در این انتخابات و یا لوی جرگه به نظر اکثریت آرای مردم در این سرزمین باید حاکم بگرده، عدالت بر تمام اقوام یکسان تطبیق کنه، حمایت خارجی از نظر نظامی هرگز نداشته باشه. شک نیست که مشکلات ایجاد میشه، اما ما به این فکر هستیم که بیاییم که ما اول یک حکومتی بریم پیش از که این حکومت سقوط کنه. ما بریم به طرف یک حکومتی از طریق انتخابات موقت یا از طریق یک لوی جرگه و یا از طریق یک حکومت عبوری. ما با این سه اصل به یک نظام برسیم که رئیس جمهور انتخاب کنه که مردم از او حمایت کنه. فعلا خود این نظام مردم حمایت نمیکنه. وقت مردم از نظام حمایت کرد طبیعتا اونا میتونه که پیش روی طالب رم بگیره و طالب هم مجبور میشه که با مردم یک جا بشه. اگر ده سال دیگه هم صدها سال دیگه هم خارجی ها خواسته باشن در این سرزمین اونها باید حکومت پشتیبانی کنن و تحت حمایه خود حکومت داشته باشن، هیچ وقت صلح و امنیت نمی آید. در سرشت سرزمین ما و مردم ما آزادگی، استقلال و ایمانداری و دین و مقدسات عجین شده. یکی از کارهایی که فعلا امریکایی ها و همین حکومت فعلی داره است که تلاش میکنه که مجاهدین از نظام و از به اصطلاح از قدرت کنار نگاه داره، چون حکومت ضعیف است. حکومت ضعیف نمیتونه که آدمای قوی به پلوی خوب بپذیره. هیچ وقت نمیشه یک کشور دائم در تاریکی زندگی کنه. وقتی روسا آمدن هیچ کس باور اینا نمی آمد که افغانستان از یک تجاوز بسیار بزرگ یک ابرقدرت نجات پیدا کنه. خداوند نجات داد. همیشه کشورها زیر ستمها قرار می گیرن. اروپای شرقی کی باوری می آمد که دست روسا بعد از 70 سال نجات پیدا کنه؟